سلام خدمت دوستان و همراهان خوب تتیس آکادمی. خوش اومدید به کانال ما. ما امروز گرامر سیمپل پرزنت رو میخوایم براتون توضیح بدیم. در ابتدای ویدیو ازتون خواهش میکنم که نکاتی که در این ویدیو گفته میشه رو نوت برداری کنید و تمرین و تکرار داشته باشید، چون واقعا تمرین و تکرار در زبان انگلیسی خیلی مؤثر هست. پس بریم سراغ آموزشمون. ما سه نوع زمان داریم: past، present، future که اصلی ترین زمان هامون هستن که این زمان ها یه سری زیر مجموعه دارن. مثل چی؟ مثل simple past، past continuous که بهش progressive هم میگن، past perfect، past perfect continuous or progressive. present و future هم به همین شکل هستش. ما امروز میخوایم قواعد simple present رو خدمتتون عرض کنیم. Things that are true in general یعنی چی؟ یعنی حقایق طبیعی. مثلا آب توی 100 درجه به جوش میاد. Water boils at 100 degree. Something happen all the time or repeatedly. میگه که به این معنیه که یه کاری رو همیشه انجام میدی، به صورت روتین انجامش میدی. مثلا I go to school every day. I go to work every day. For permanent situation یه چیزی که دائمیه. My parents live in Tehran. They have lived there all their lives. تا الان که عمر کردن توی تهران زندگی کردن. قاعده کلی simple present به این شکله: subject plus base form of the verb. base form of the verb به چه معنیه؟ یعنی فعل به صورت ساده. سابجکتمون هم که pronouns یعنی ضمایرمون: I, you, we, they, he, she and it. I و you و we و they فعلمون به صورت ساده میاد، یعنی work. he و she و it همیشه فعلمون اس میگیره، اس، و در بعضی مواقع که انتهای افعال به s، ch، sh، x، double s and o ختم میشه es میگیره. یعنی اون اس آخر فعل به جای اینکه اس بگیره تو بعضی افعال es میگیره. مثل چی؟ مثل watch که انتهای کلمه به ch ختم شده watches. و بعضی افعال هستن که انتهای کلمه به وای ختم میشه که در اینجا وای به آی تبدیل میشه و دوباره es میگیره. مثلا study، این وای آخر study تبدیل به آی میشه و es میگیره، میشه studies. always، never، often، sometimes، usually اینم توی simple present استفاده میشه. For example, we often sleep late on weekend. She never eats breakfast. پس میگیم توی این جملات قواعد simple present رعایت شده و حالا یه often گرفته، یه never گرفته، یه always گرفته. بعضی افعال هستن که توی simple present استفاده میشه ازشون، مثل like، know، belong، love، realize، fit، hate، suppose، contain، want، mean، consist، need، understand، seem، refit،
prefer, believe, remember که توی simple present استفاده میشن. I'm hungry. I want something to eat. اینجا هم ضمیر اومده یعنی subject اومده plus base form of the verb. C. Hair smell test. جزء حواس پنجگانمون هستن که در اینجا هم در simple present استفاده میشن اینا. یعنی به صورت simple present استفاده میشه. Look فعل هم به همین شکل. This room smells. Let's open a window. یه نکته اینجا خدمتتون عرض کنم. زمانی که think به معنی believe or have an opinion باشه، یعنی به معنی به نظرم، به عقیده من باشه، به صورت simple present در جمله استفاده میکنیم. مثلا I think Maryam is Iranian but I'm not sure. به نظرم این که مریم ایرانی باشه ولی مطمئن نیستم. پس در اینجا simple present استفاده میکنیم. تو قسمت پازیتیو و نگاتیو مثلا یه جمله هست پازیتیو، ما میخوایم تبدیل به نگاتیوش کنیم. نگاتیو یعنی چی؟ یعنی منفیش کنیم. I, we, you, they. این ضمایر don't میگیرن. don't مخفف شده do not هستش و بعد به صورت و بعد فعل به صورت ساده میاد. he و she و it از فعل کمکی doesn't استفاده میشه. doesn't مخفف شده does not و این نکته رو توجه کنید که بعد از doesn't فعل به صورت ساده میاد، یعنی دیگه نه اس میگیره نه ای اس میگیره. این اس و ای اسش رو داده به does. حالا توی قسمت question، توی قسمت سوالی کردن، ما دو نوع سوالی کردن داریم. yes no question و WH question. قاعده yes no question به چه شکله؟ do or does plus subject plus base form of the verb. For example, do you work on Saturday? Does she play tennis? اینجا رو توجه کنید فعل دوباره به صورت ساده اومده چون چی اومده؟ does اومده. اینجا فعل به صورت ساده اومده یعنی دیگه نه اس گرفته نه ای اس گرفته. و توی yes no question ما وقتی میخوایم جواب بدیم جواب هامون در حد yes I do, no I don't, yes she does, no she doesn't. فقط در همین حده و بیشتر نیست. ولی توی قسمت WH question از کلمات پرسشی استفاده میکنیم و بعد do does plus subject plus base form of verb. کلمات پرسشی مثل چی؟ مثل what, when, where, who, whom, which, whose, why, how often, how much. For example, what do you do? What do you do یعنی شغل چیه؟ اینجا دیگه شما میاید توضیح میدید، یعنی دیگه تو جواب نمیگید yes I do, no I don't. اینجا دیگه شما باید توضیح بدید. I work in bank. Where does she teach? She teaches at Lale High School. در ورب هایی، در فعل هایی مثل I promise, I apologize, I suggest, I advise, I insist, I refuse,
I suppose اینجا هم به صورت simple present استفاده میکنیم. مثلا I promise I won't be late. من بهت قول میدم که دیگه دیر نیام. دیگه نمیگیم I'm promising، یعنی به صورت continuous استفاده کنیم که در ویدیوهای آینده خدمتتون توضیح خواهم داد. پس تو این افعال هم ما به صورت simple present استفاده میکنیم. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. خدا نگهدار.